سودان. باورهای ما در زندگی بر انتخابهای ما تأثیر زیادی می‌گذارند. بعضی از تصمیمات ما نتایج طولانی مدتی دارند و ما را در معرض قضاوت دیگران قرار می‌دهند. بنابراین فرار می‌کنیم تا امنیت و آسایش خویش را بیابیم. اما در نهایت حس زندانی بودن پیدا می‌کنیم و امید نجاتی برای خود نمی‌بینیم. وائل خود را از تمام دنیا دور کرده است و چاره‌ای جز این برای خود نمی‌بیند. او جزو 70 میلیون نفری است که به واسطه وجود شرایط سخت مجبور به ترک خانه و کاشانه خویش شدند و در زمره 3 میلیون انسان بیکاری قرار گرفتند که در 2 سال گذشته کار خود را از دست دادند. بسم الله، شروع یک خوشبختی جدید. سلام علیکم. علیکم السلام. حالتون چطوره؟ الحمدلله. الله بهتون برکت بده. خوبه؟ خوبی؟ ممنونم. به شما هم. الله بهتون سلامتی بده. اینجا منزل شماست؟ نه، منزل من نیست، مال عبدالغفار. صاحب خونه کیه؟ آقای عبدالغفار. عبدالغفار. خب من نیازمندم و میرم دم در خونه ها از مردم کمک میگیرم. حتما. چطور میتونم کمکتون کنم؟ الله حفظتون کنه. هر چی بهم بدین خوبه. اینجا خونه شما نیست درسته؟ بابا نه، اینجا منزل پدر خانومم. یعنی نه، برو تو. خونه پدر خانومتونه؟ بله، به لطف خودم. خودتون خونه ندارین؟ نه والا ندارم، اما شکر الحمدلله انشالله یه روزی منم خونه دار میشم. وائل، پیمانکار بیکار، بدهکار، سرپرست خانواده، سودانی. الحمدلله. من آدمایی که وقتی هیچی ندارن بازم الحمدلله. شغل شما چیه؟ من پیمانکارم. ماشاءالله. پس پول دارین؟ حسودیم نشده. الحمدلله خوبه. الله براتون خیر بنویسه. آخه همه میگن پیمانکارا وضعشون خوبه. آره درسته یه جورایی. پس چرا شما از خودت خونه نداری؟ سپردم به خدا. ببخشید میپرسم، اما شما چرا اینجا زندگی میکنین؟ والا به خاطر یه سری مشکلات هم اینجا هستم. بیاین داخل لطفاً. بیاین بهمون بگین کی هستین و مشکلتون چیه. ظاهراً از یه جای دور اومدین. بیاین یه آبی چیزی بخورین. الله حفظتون کنه. الله بهتون برکت بده. بفرمایین داخل. به خدا سختمه، یعنی واقعا خجالت میکشم. یه دفعه دیگه میام انشالله. حس میکنم مشکلات شما بیشتر از منه، یعنی حسم اینه. نه الحمدلله. به خدا سختمه. بیا داخل، ایرادی نداره. اینا به خواست خدا کمکت میکنه. الله حفظت کنه. به خدا سختمه. حرف منو گوش کن. والا سختمه. درست نیست کسی ببینه مهمون خارجی رو توی کوچه نگه داشتیم. سودانی این کار رو عیب میدونن. خوش اومدی. لطفاً بیا داخل. باشه، یه وقت دیگه میام. الله از یه جای کمک میرسونه. اهل سوریه هستی؟ من اماراتی هستم. اماراتی هستی و مشکل داری؟ الحمدلله. من که باورم نمیشه. البته خدا میدونه. چرا؟ همه دوست دارن برن امارات. همه دوستش دارن. شاید کار دنیاست دیگه. من که نگفتم مشکل دارم. نه واسه هر کسی ممکنه پیش بیاد. تا وقتی ما به اسلام معتقد هستیم درسته. واسه هر کسی ممکنه پیش بیاد. همه چی خیره. همه چی الحمدلله. این دنیا فانیه، ما موندنی نیستیم. همه چی هم از بین میره. درسته. لطفاً بیا داخل. والله همه چی درست میشه، قول میدم بهت. شما خیلی خوبه. ممنون. بذارین این کاغذ رو بهتون بدم. یعنی لازم نیست. بیا داخل، خدا میرسونه. من آدمای خیر زیادی میشناسم. شاید خودم نتونم کمکت کنم.
گفتی امارات، من ترسیدم. اگه اهل سوریه بودی میتونستم یه کاری بکنم، اما شما اهل اماراتی، پس مشکلت خیلی بزرگه. من الحمدلله به خدا بهت دروغ نمیگم، اگه میتونستم حتما بهت کمک میکردم، ولی نمیتونم بهت کمک شما مرد خوبی مالی هستی، بکنم. در تو خیر هست. در امت محمد تا قیامت خیر هست. اگه بیاین داخل والله مشکلت رو حل میکنم، باور کن. الله بهتون برکت بده. اگه مشکل منو حل کنی، کی مشکل خودتو حل میکنه؟ یه روز حل میشه. از کی تو مشکل بزرگی. افتادی؟ چند وقته که تو مشکل افتادی؟ مشکلم اونقدرم بزرگ نیست، مشکل شما بزرگتره. شاید نتونم چیزی بهت بدم، واسه همینم ناراحتم. مشکلتون کی شروع شد؟ تقریبا 2 سال پیش. بذار من یه کار خیر ساده برات انجام بدم. حرفای قشنگی زدی. این یه کار ساده است که نه، من چیزی از شما نمیگیرم، چیزی قبول نمی کنم. شما مهمون منی، لطفاً ادامه نده. شما مهمون منی، بذار کمکت کنم، باشه؟ این نامه رو بخون. نمیدونم چی بگم. آقا وائل، آقای وائل عبدالغفار، بفرما. این چک برگشتی شماست، چک سفید داده بودی و همین برات مشکل ساز شده بود، درسته؟ درست میگم؟ درسته، همون چیزیه که ازش میترسیدم. مبلغ بدهیت کاملا پرداخت شده و مشکلت هم کاملا حل شده. الان میتونی از خونه بری بیرون و راحت قدم بزنی. شما 2 ساله که از دست مردم فرار کردی. من از مردم فرار نکردم، به یه عده‌ای بدهکار بودم و نمیتونستم پولشونو بدم. یعنی حتی بچه‌ام خونه موندن، خیلی چیزا پیش اومد. من نمیدونم شما کی هستین، نمیدونم چطوری اومدین اینجا. سبحان الله. میشه بغلتون کنم؟ آره حتما. الله مشکلاتتو حل کنه. خدا برات خیر بنویسه. برای شما. الله به شما هم اجر بده و در رحمتو برود باز کنه. این چک شماست، از شاکی گرفتیم. الحمدلله. دیگه از حالا به بعد مال شماست. بدهیت پرداخت شده و دیگه میتونی همه جا بری. میتونی بری 2 تا چک دیگه رو هم پس بگیری و دوباره مثل قدیم یا حتی بهتر از قبل زندگی کنی انشاءالله. همونجور که سعی کردی به من کمک کنی، الله بزرگ برات کمک فرستاد. آدمای خوبم گاهی روزهای بدی دارن. مسئله این نیست، الان خیالم راحت شد که شما محتاج نیستی، این مهمتره. شما خیلی خوبی. کاش آدمای مثل شما زیاد باشن. هنوز آدمای خوب وجود دارن که ظلم نمیکنن. میگن مردم شما خیلی سخاوتمندن. الحمدلله. الان با چشمای خودم دیدم. الحمدلله. من از بچه‌هامم فرار کردم. بازم الحمدلله. اونا هنوز طفلن. الله حفظشون کنه. به درشون دوباره میتونه سرپا بشه. یه خواهش کوچیک ازت دارم. ما باید یه خونه رو بازسازی کنیم و یه خونه نو هم بسازیم. انشالله میشه اولین کاری که برای بچه هات میکنی. آره میتونم کمکتون کنم. نه قرار نیست به ما کمک کنی. ما قراردادها رو آماده میکنیم که شما بتونی به عنوان پیمانکار با ما کار کنی. این میشه اولین پروژه‌ای که بعد از مشکلت انجام میدی. مشکلت هم که حل شده. شما چی؟ من؟ آره.
والا حرفای شما انقدر قشنگ بود که بهترین حس رو به من لطف داد. داری. اون موقع که گفتین چک مهم نیست و فقط براتون مهمه من مشکل نداشته باشم، باور کنین اگه مشکلم داشتم با این حرف حل شده بود. کلامتون زیباست. من هیچ مشکلی ندارم، باور کن. خب خدا رو شکر. به فضل الله آدمایی مثل بخشنده. شما به مشکل نمیخورن چون برای مشکلات مردم ناراحت میشن. وقتی کسی از درسته. مشکلش باهاشون حرف میزنه، خب اونا ناراحت میشن. یه بار یه نفر بهم گفت روی کاری که ازت برمیاد تمرکز کن و بقیهش رو رها کن. از حالا به بعد فقط باید روی کار تمرکز کنی. انشالله. خدا و بر روی حفظت کار کنه. خیر. من خیلی ازت ممنونم، با اینکه شاید اسمت رو هم نمیخوای به هم بگی، به هر علتی. اسمم قیسه. اسمت قیسه؟ من توی مصر دیدمت. آره، مشکلات مردم رو پیگیری میکردی. سبحان الله، سبحان الله. چون اینجایی نمیگم والله هر بار میبینمت گریه میکنم. تو میدونی که روی زمین بهشتی هست که تو توش هستی و زندگی میکنی. متوجهی که یه تیکه بهشت روی زمین داشتن نعمته. درست. تو واقعا توی بهشت زندگی میکنی. نمیخوام اینطوری گریه کنم سودانیا سختشونه گریه کنن. بذار یه چیزی بهت بگم. من باعث شدم خیلی گریه کنن، اما اولین بار که خودم هم گریه میکنم. حالا که برنامه رو میشناسی. به خدا راست میگم. خب دیگه باید برم. اجازه بدین قبل رفتن بازم بغلت خدا کنم. اجرت بده. خوبی هنوز وجود داره. الله بهت سلامتی بده. فقط خوبی تو دنیا میمونه. خدا هر چی میخوای بهت بده. من الان واقعا خوشحالم. احساس میکنم از خیلی چیزا رها شدم. حتی حس میکنم کمرم صاف شده. الحمدلله. من همیشه یه جمله تو برنامه‌ام میگم. میدونی چیه؟ شما میگی مردم به هم کمک میکنن و خوبی هنوز هست. واقعا مردم به هم کمک میکنن و خوبی هنوز هست. این تنها پیامیه که برات دارم. همیشه موفق باشی. ممنونم. موفق باشی. ممنونم. خیلی از دیدنت خوشحال شدم. همیشه از تلویزیون میدیدمتون، اما الان اینجایی. میدونی من از دست همه دنیا فرار کرده بودم. حتی نزدیک بود از سودان بذارم و برم. قبلا اوضاعم خیلی خوب بود. متوجهی که بعد یهو این مشکل پیش اومد و حالا حل شد. فقط با دیدن خودت. شاید حکمتش این بود که ما قسم بتونیم به شما رو الله، ببینیم. به خدای بزرگ، از روز اولی که دیدمت برات دعا کردم. والله دعا کردم. الله خیرت بده. والله هنوزم برات دعا میکنم. الله بهت بیشترش خدا بده. حفظت کنه انشالله. الله حفظت کنه. قبل از اینکه شما بیای من فقط داشتم نفس میکشیدم، اما الان یه آدم جدیدم. ما فکر میکنیم اشک یه سودانی رو در آوردن کار سختیه، ولی شما اشک منو دیدی. اگه پاهامم قطع میشدن گریه نمیکردم، اما شما باعث شدی گریه کنم. همین جوری که هستی بمون. دنیا نمیمونه. اگه دنیا لباس وفاداری میبود باید برای رسول الله باقی میموند. سلام به رسول. الله بهت برکت بده. ممنونم آقا. ما رو ببخش. شما منو ببخش. به خاطر همه چی عذر میخوام. من به دیده یه محتاج به شما نگاه نکردم. من به هیچ وجه مردم رو زود قضاوت نمی کنم. اولش نمیدونستم چطوری کمکت کنم. فکر کردم هر دومون محتاجیم. هممون محتاجیم. به آدمایی مثل شما زیاد احتیاج داریم. ممنونم بازم. من چیزی که دنبالش بودم و تو شما خدا خیرت بده. ممنونم. شما را خدا نگهدار. ممنونم.